سلام. احتمالاً برای شما هم یه سوال پیش اومده باشه وقتی UPS میخرم چند ساعت میتونه برق دستگاهمو تامین کنه؟ جواب ساده است. زمان بکاپ UPS به ظرفیت باتری و تعداد دستگاه‌هایی که بهش وصل می‌کنیم بستگی داره. یک خیلی خلاصه و کاربردی با هم بررسی کنیم. به طور کلی دو نوع UPS داریم. یکی با باتری داخلی و یکی هم با باتری خارجی یا همون اکسترنال. UPS های باتری داخلی خودشون یک باتری محدود درون دستگاه دارند. این مدل بیشتر برای زمانهای کوتاه مناسبه. مثلا وقتی برق میره فرصت دارید تمام فایلاتون رو ذخیره کنید، سیستم ها رو امن خاموش کنید و شرایط رو مدیریت کنید. ولی حواستون باشه چون ظرفیت باتری کمه طبیعتاً بکاپ تایم هم خیلی کوتاهه. پس اگر میخواید فقط چند دقیقه دستگاهتون روشن بمونه و خروجی کنترل شده و امن داشته باشید، این مدل انتخاب مناسبیه. مدل های اکسترنال باتری هاشون بیرون از دستگاه قرار میگیرن و ظرفیت خیلی بیشتری دارن. برای وقتی مناسبه که بخواید مدت زمان طولانی تری بدون برق شرط کار کنید یا اصلا نخواهید سراغ دردسرهای ژنراتور برید. اینجا نسبت انرژی ذخیره شده به ابعاد و وزن باتری اهمیت پیدا میکنه. هرچه ظرفیت بالاتر باشه بکاپ تایم هم بیشتره. از تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها گرفته شده تا تجهیزات صنعتی، آزمایشگاه‌ها و حتی خونه‌ها، هر جا قطع برق پذیرفته نیست و میتونه مشکل ساز باشه، UPS اکسترنال نقش حیاتی پیدا میکنه. اینجا باید به یک نکته کلیدی توجه کنید. نسبت زمان پشتیبانی به هزینه. هر چقدر بکاپ تایم بیشتری بخواید، ظرفیت باتری بیشتر و هزینه ها بالاتر میره. پس بهتره نیاز واقعی رو بشناسید. شاید برای یک دفتر کوچیک 15 دقیقه کافی باشه، ولی برای یک دیتا سنتر و یا تجهیزات پزشکی حساس 2 ساعت منطقی تره. خیلی تجربه کردن که اوایل باتری UPS بیشتر دوام داره اما بعد از چند ماه زود خاموش میشه. علتش اینه باتری داخلی اگر هر بار کاملا تخلیه بشه خیلی سریع فرسوده میشه. پس یادتون باشه هیچ وقت اجازه ندید باتری ها کاملا تخلیه بشن. در مدل های اکسترنال چون ظرفیت بالاتره کمتر پیش میاد که باتری کاملا تخلیه بشه و همین باعث میشه که عمرش بیشتر باشه. یه نکته مهم دیگه، بعضیا فکر میکنن میشه همزمان باتری داخلی و خارجی رو وصل کرد یا خودشون باتری داخلی رو با باتری بزرگتر جایگزین کنن. اما این کار نه تنها دستگاه رو از گارانتی خارج میکنه بلکه میتونه آسیب جدی هم بزنه. پس همیشه یا داخلی یا خارجی. پس خیلی خلاصه زمان بکاپ تایم فقط به ظرفیت باتری بستگی داره. باتری داخلی فقط برای زمانهای کوتاه و سبک، باتری اکسترنال برای بکاپ طولانی تر و کاربری‌های حساس تر. هیچ وقت اجازه ندید باتری ها کاملا تخلیه بشن و همیشه تعادل بین نیاز واقعی و هزینه رو در نظر بگیرید. در نهایت انتخاب UPS مناسب یعنی انتخاب متناسب با نیاز شما و اینجاست که مشاوره درست میتونه خیال شما رو راحت کنه. ما در بست امپاور کنار شما هستیم تا مطمئن بشید انتخابی دارید که هم نیاز امروزتون رو پوشش بده و هم در آینده براتون به صرفه باشه.